چرا گاهی نمیتونیم تصمیم بگیریم؟ شده برای یه تصمیم ساده مغزتون قفل کنه؟ بهش میگن فلج تحلیلی. یعنی وقتی که مغز با گزینه‌های زیادی روبرو میشه، قدرت تصمیم گیری کاهش پیدا میکنه. ناحیه پیشانی آمیگدالا فعال میشه، یعنی مغز تصمیم رو تهدید و تفسیر میکنه. حالا چیکار کنیم بتونیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم و از این حالت در بیاییم؟ تعداد گزینه هاتون رو کم کنید، هدفتون رو مشخص کنید و گاهی هم به شهودتون اعتماد کنید. حالا میخوام شما در کامنت ها برام بنویسید در کدوم تصمیم هست که گیر افتادیم: انتخاب شغل، رابطه یا خرید.